یه باور قدیمی تو فرهنگ ژاپن وجود داره، اینکه هیچ کسی بدون دلیل به دنیا نمیاد. هر آدمی یه چرای درونی داره، چیزی که وقتی پیداش کنه حتی سخت‌ترین روزها هم واسش قابل تحمل میشه. اسم این مفهوم جذاب ایکیگای هستش. امروز میخوام واسه توضیح بدم که ایکیگای دقیقاً چیه، از چه بخشایی ساخته شده و چطور میتونی تو خودت پیداش کنی. بخش اول 4 عنصر اصلی ایکیگای. چیزی که دوستش داری. اولین بخش ایکیگای چیزی که بهش علاقه داری. کارهایی که وقتی انجامشون میدی حال دلت بهتر میشه. کارهایی که حتی اگه خسته باشی باز هم دوست داری سراغشون بری. اینجا مهم نیست خوب باشی یا نه، فقط مهمه که واقعا دوستش داشته باشی، نه اینکه چون بقیه گفتن خوبه یا پول توشه تو هم بری سمت اون. چیزی که تو انجام دادنش مهارت داری. بخش دوم مهارته. کارهایی که با تمرین، تجربه و زمان توشون قوی شدی. نه الزاما استعدادی که باهاش به دنیا اومدی یا بلکه توانایی که ساختیش. معمولا اینا همون کارهایی که بقیه میان ازت بابتش کمک میخوان، چیزی که میتونی ازش درآمد به دست بیاری. بخش سوم واقع بینانه ترین قسمته. دنیا برای بعضی مهارت ها ارزش اقتصادی قائل میشه. این یعنی مردم حاضرن بابتش پول بدن. میتونه شغل بشه یا حداقل بخشی از هزینه های زندگی رو پوشش بده. ببین اینجا احساس به تنهایی کافی نیست، باید ببینی بازار چی میخواد، چیزی که دنیا بهش نیاز داره. بخش چهارم معناست. مسئله ها، نیازها و دردهایی که واقعا وجود دارن. لازم نیست دنیا رو نجات بدی، حتی اگه بتونی یه مشکل کوچیک رو برای چند نفر حل کنی اون هم نیاز دنیا حساب میشه. میرم سراغ بخش اصلی این ویدیو و توضیح مفاهیم ایکیگای. بیا از رو نمودار دونه دونه بررسیش کنیم. مورد اول اشتیاق که از ترکیب علاقه و مهارت به وجود میاد. وقتی کاری رو دوست داری و همزمان توش مهارت هم داری بهش میگن اشتیاق. علاقه بدون مهارت میتونه زود خاموش بشه. مهارت هم بدون علاقه فرسودگی میاره. اشتیاق یعنی کاری که هم دوستش داری و هم از پسش برمیای. مورد دوم حرفه که میشه ترکیب مهارت با کسب درآمد. وقتی مهارتی داری و اون مهارت میتونه واسط پول بسازه، اینجا وارد حوزه حرفه میشی. حرفه یعنی چیزی که میتونی روش حساب کنی، نه فقط برای امروز بلکه برای ساختن زندگیت. مورد سوم شغل که میشه ترکیب کسب درآمد با نیاز دنیا. وقتی کاری هم درآمدزا باشه و هم پاسخگوی یه نیاز واقعی تو جامعه، اون میشه شغل. اینجا تمرکز روی کاربرده، یعنی کاری که مردم واقعا بهش احتیاج دارن و حاضرن براش هزینه بدن. مورد چهارم مأموریته که میشه ترکیب علاقه با نیاز دنیا. وقتی کاری رو دوست داری و حس میکنی انجامش به دیگران کمک میکنه یا دنیا رو حتی خیلی کم بهتر میکنه، بهش میگن مأموریت. اینجا جاییه که معنا شکل میگیره. کاری که حس میکنی دلیل بودنته، نه فقط کاری که برای گذروندن زمان یا کسب درآمد باشه. حالا ایکیگای دقیقاً وسط همه این هاست. جایی که دوستش داری، توش مهارت داری، میتونی ازش درآمد داشته باشی و دنیا هم بهش نیاز داره. ایکیگای یه نقطه ثابت نیست، ممکنه با گذر زمان تغییر کنه، ولی وقتی بهش نزدیک میشی زندگی جهت‌دارتر، معنادارتر و قابل تحمل‌تر میشه. ببین واقعیت اینه ایکیگای تو شکل ایدئالش ممکنه خیلی کمالگرایانه به نظر بیاد. اینکه دقیقاً کاری رو پیدا کنیم که هم دوستش داریم، هم توش مهارت داریم، هم ازش پول در بیاریم و هم دنیا بهش نیاز داره. واقعیت اینه که برای خیلی از ما این حالت کامل شاید هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی موردی که مهمه اینه که حتی اگه بتونی فقط 10 یا 20% از این مفهوم رو وارد زندگیت کنی، مثلا کاری که الان انجام میدی رو کمی به علاقه‌هات نزدیکتر کنی، یا روی یه مهارت کوچیک بیشتر سرمایه گذاری کنی، یا فقط بدونی چرا داری این مسیر رو تو زندگیت میری، همین مقدار میتونه جهت زندگیت رو عوض کنه. واقعیت اینه که ایکیگای بیشتر از این که یه مقصد باشه، یه طرز فکره، یه لنزه که وقتی باهاش به زندگی نگاه میکنی ذهنت بازتر میشه، انتخابات آگاهانه تر میشن و کم کم حس میکنی کنترل بیشتری روی مسیرت داری. هدف دونستن این مفاهیم هم این نیست که خودمون رو تحت فشار بذاریم، هدف اینه که دیدمون وسیع‌تر بشه و همین به تنهایی کافیه. حالا سوالی که ازت دارم اینه که اگه قرار باشه فقط 10% از ایکیگای رو همین امسال وارد زندگیت کنی، فکر میکنی اون 10% برای تو چیه؟ علاقه، مهارت، درآمد یا کاری که حس میکنی دنیا بهش نیاز داره؟ منتظر نظرت هستم و اگه مایل بودی تو ویدیوی بعدی میبینمت. دمت گرم. فعلا.